آقای شریعت مداری، من سوال اول رو از شما میپرسم. چه خلأ یا نیازی در فضای سیاسی ایران شما رو به این جنبندی رساند که تشکیل چنین ائتلافی ضروری هستش؟ آیا این کنگره واکنشی به ناکامی تجربه‌های پیشین همکاری نیروهای جمهوری‌خواه هست یا تلاشی برای یک عبور آگاهانه از اونها؟ بله، با تشکر از شما برای دعوتتون و سلام خدمت آقای دکتر مریدی و آقای بنی‌طرف عزیز. ببینید، روش سنتی ایجاد یک اتحاد در حقیقت همراه با ایجاد یک اتحاد یک سیستم تمرکزگرای استبداد ستا درست میکرد و به بنبست رسیده در ایران. معنیش اینه که به مجردی که میخواستی با مستبد حاکم مبارزه بکنی، ایده غالب این بود که باید یک رهبر کاریزماتیک پیدا بکنیم یا اون رو بتراشیم. گفتمان غالب رو او القا میکنه، بقیه باید این گفتمان رو بپذیرند. این گفتمان اتحادی ایجاد میکنه که تفاوتها رو لغو میکنه. هر کسی در این مرحله صحبت از تفاوتها و اختلاف منافع بزنه خائنه، یا اینکه حساسیت موقع رو نمیدونه، خروس بیمحله و باید به سکوت وادار بشه و یا ساکت بشه. و بر این اساس ما در مبارزه با یک مستبد جدید رو شکل میدادیم و تاریخ ایران دست به دست گشتن استبداد هاست. ما با استبداد مبارزه باید بکنیم، نه با نمادهای اونها که مستبدن. بنابراین یک تغییر پارادایم رو که در حقیقت جوانان ما، زنان ما، قشرهای آگاه ما در جامعه به وجود آوردن، ما هم در جامعه سیاسی باید بپذیریم و اون این هست که باید تفاوت‌های موجود در جامعه رو بهش اذعان بکنیم. هیچ ضرورتی، حتی ضرورت در خطر افتادن مملکت در مرحله فعلی که در حقیقت به خاطر اون نبود، به خاطر تجدید استبداد بود، این گفتمان ایجاب نمیکنه که ما مانند بولدوزری تفاوت‌ها رو صاف کنیم، منافع رو ندیده بگیریم. ما باید تفاوت‌های اجتماعی رو قبول کنیم. گروه‌های سیاسی، مدنی، حقوق بشری رو که مبین این تفاوتات، خودشون رو نماینده این دیدگاه های مختلف میدونن، دارای شخصیت حقوقی و با حقوق مساوی بدونیم و گفتمان مشترک از گفتگوی مشترک بین اینها و توافق مشترک با اینها شکل میگیره. این یک تغییر پارادایم از شکل سنتی به شکل کاملا مدرن، از بالا به پایین نیست، از پایین به بالاست و با قبول همه تفاوت هاست. این ابتکاری است که نه اینکه به خاطر یک ایده انتزاعی، بلکه به خاطر پذیرفتن اون چی که در اجتماع هست و نپذیرفتن اون پیوند ما رو با گروه های جوان، زنان و روشنفکران جامعه قطع میکنه، ایجاب میکرد که ما هم بپذیریم. پذیرفتیم و بر اساس اون 7 ماده رو من پیشنهاد کردم که جناب آقای بنی‌طرف به تفصیل خواهند گفت و بنا شد که بر اساس اشتراکات با گروه هایی هم که بعضی از این تفاوت ها در شکل دیگری قبول دارند باید همکاری بکنیم. همه جمهوری خواهان باید در حقیقت دور هم جمع بشن و بر اساس این اشتراکات با هم کار کنند. اختلافات رو که در بزرگترین حالت خودش اختلاف در اداره مملکته، یعنی شکل فدرال یا شکل عدم تمرکز هست بین جمهوری خواهان، باید به مجلس مؤسسان آینده که نماینده همه مردم ایران هستند و در انتخابات آزادی نمایندگانشون انتخاب خواهند شد واگذار کنیم و سیاست آموزش زبانهای گوناگون رو که آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری هم هست باید به مجلس مؤسسان واگذار کنیم و هرچه در مجلس مؤسسان تصویب شد همگی ما اگر موافق یا مخالف باشیم باید اون رو بپذیریم و قانون اساسی آینده باید بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان
و رفراندومی که بعد از اون خواهد گذاشت و از مردم رأی خواهد گرفت باشه و این رو همه ما پذیرفتیم و این گروهی که میبینید بر این اساس تشکیل شده.